همت بلندار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند. همین بیت‌ها به خاطر آمدند وقتی با حشر دسته‌جمعی گروه ساکنان دهه میندانی جماعت دیوتیاری بابت گذراندن خط آب نوشاکی شناخت شدیم. مردم با مقصد با آب نوشاکی نسبتاً خوش‌صفت تامین نمودن اهالی و به این وسیله پیشگیری بیماری سرایتی که سابقه اهالی با آن بعضاً گرفتار میشد چنین اقدام را راه اندازی نمودند. البته برای انجام این کار برابر عزم و تلاش مبلغ لازم بود و به همین خاطر تشبسکاران و مهاجران مهنتی که از دهه در فدراسیون روسیه کار میکردند مراجعت نمودند. از جمله مهاجران حاجی عبدالحبیب، حاجی مزایدین و نیکروز با دیگر فرزندان دهه که عین حال در خارج از وطن کار میکردند مصلحت کرده تصمیم گرفتند که دست جمعانه البته کمک میرسانند. مهاجران به قول خویش صادق مانده مبلغ ضروری را ارسال نمودند و آغاز یافت نبض بنیادکاری و کوشش بهر با آب مصفا تامین نمودن اهالی. در این مورد رئیس محله سفرمراد یوسفوف با افتخار از فرزندان مهاجر دهه میندانه اندیشه بیان داشت. این شب روز در دهه میندانه جماعت یاری کارهای آبادی با ثمر پیش رفته ایستاده است. با تشبث و دستگیری مهاجران مهنتی در فدراسیون روسیه با راهبری مزایلدین، نیکروز، حاجی عبدالحبیب و مبلغ زیاده از 23,000 سامان تاجیکی تربه 20 خریده آورده شد که با دستگیری حشرچیان دهه با اشتراک وکیل مردمی در شورای شهری نرزیف، وکیلان مردمی جماعت دیهات یاری و همه کلی ساکنان دهه میندانه برآمده زیاده از 500 متر چخوری کافته تربه های 200 را شناندند. پیشتر در دهه ما که کسلی های به مانند ورجه، گرده، تربا دیگر نمودی کسلی ها بود. پس از گذراندن همین آب که ما دوام آن را امروز به ترتیب در آورده ایستادیم خیلی هم کم شده است. همه آن مهاجران مهنتی که در روسیه ما را دستگیری کردند و حصه گذاشتند و مردم خود میندانه که به این دستگیری کردند و شخصان مسئول که به ما یاری رساندند، من از نام ساکنان دهه میندانه به همه آنها سلامتی، بردباری در کارهای آیندهشان موفقیت ها تمنا دارم. شود که تاجیکستان ما باز هم آباد و زیبا گردد و هر یک فرد ما به زندگی شایسته رسد. ساکن دهه حاجی قیامالدین نرزیف هرچند سن سالش به جای رسیده باشد هم ولی نتوانست در حشر عمومی خلقی بی‌طرف باشد و در کنار ایستاد و او دست به دعا برداشت. با دستگیری من همین مهاجران من همین کارا شده است. ما همین مهاجرات دعا میکنیم که خداوند کریم بختشون اتیاد، اقبالشون اتیاد، خدای چه مراد و مقصد داشته و برآورده خیر گرداند. فرزند طلب خداوند فرزند یاد، بخت طلب خداوند بخت یاد. همین کاری که تشبث کردین خداوند که دستگیری آخرتشان شود و چه نیت مرادی داشته و برآورده خیر گرداند. با هر کاری که همت بسته گردد اگر خاری بود گل دسته گردد. تاکید می نماید شاعر. مردم ده میندانی جماعت دیوت یاری نیست که طبیعتا سخاوت همتی بلند دارند. این مراتبه هم با کوشش دست جمعانه از سوی زیدی رخشان طول قریب 1 ماه با مسافه 500 متر خط قبر نو شنانده با همین باز یک مشکلی سکران را آسان نموندند و مقصد گذاشتند که منبت هم همین طور دست هم میگیرند، همین طور گرده هم میآیند، همین طور از یک گریبان سر میبرارند و ثابت میسازند که آنها با بیت‌های زیر صادق بودند و امروز هم صادق هستند. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چه عضوی به در آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار.